توی این ویدیو میخوایم چیزایی در مورد ایلیاس یالچینتاش بدونیم که شاید تا حالا نمیدونستید. از آهنگ فارسی که قراره بخونه تا اینکه نامزدش کیه. میدونم شما هم مثل من طرفدار ایلیاس هستید، پس معطل نکنید و قبل از اینکه این ویدیو باحال رو ببینید روی دکمه عضویت بزنید. حقیقت در مورد ایلیاس. 1. ایلیاس یه روستازاده است که چند سال اول زندگیش رو توی روستا بوده و وقتی وارد استانبول شده از جمعیت وحشت کرده. 2. دوران ابتدایی رو توی پرورشگاه گذرونده چون رابطه پدر و مادرش خوب نبوده. در پرورشگاه روزای سختی داشته و حاضر نیست در موردش توضیح بده. 3. توی دبیرستان آدم تنهایی بوده و همیشه سرش رو به پایین بوده و نمیخواسته با کسی ارتباط بگیره. 4. عاشق تیم تراکتورسازی تبریزه و شور و شوق بازی کنن تراکتورسازی رو بی‌نظیر توصیف کرده. 5. ایلیاس خیلی دوست داره زبان فارسی رو یاد بگیره. اون میگه چندین بار تلاش کرده اما به خاطر مشغله زیادش این یادگیری رو به بعد موکول کرده. اما توی برنامه‌اش هست که حتما زبان فارسی رو یاد بگیره و حتی با زبان فارسی بخونه. 6. ایلیاس از اینکه بین ایرانی‌ها پرطرفدار خیلی خوشحاله و میگه ایرانی‌ها نشون دادن شعر فراتر از زبانه. 7. اون با آنیا هافمن نامزده اما اطلاعات زیادی جز چند تا عکس از اون در دسترس نیست. ایلیاس میگه دوست ندارم کسی در مورد نامزدم چیزی بدونه. 8. خیلی پیشنهاد بازیگری دریافت کرده اما به خاطر اینکه ممکنه حرف و حدیث پیش بیاد اونا رو رد کرده. ایلیاس خیلی براش مهمه که کم حاشیه باشه. 9. ایلیاس فکر میکنه اگه همه مردم دنیا نواختن موسیقی رو یاد بگیرن و هر کسی یه ساز رو بلد باشه بزنه دعواها به حداقل ممکن میرسه. 10. ایلیاس زمانی که به شهرت رسید یه نامزد داشت که به خاطر مشغله کاری زیاد و علاقش به پیشرفت از اون جدا شد. 11. ایلیاس بعد از سال 1977 اولین خواننده ترکه که در ایران کنسرت گذاشته. اون کنسرتش رو توی کیش برگزار کرد. البته قرار بود کنسرتی رو هم در تبریز و تهران برگزار کنه که کنسل شد. 12. خواننده‌های ایرانی رو خیلی دوست داره و به صدای شجریان و محسن یگانه گوش میده. علاقه زیادی هم به کارهای گروه کاکو بند داره. 13. پیشنهاد بازی در فیلم‌های ایرانی رو دریافت کرده و قراره یکی از اونا رو انتخاب کنه و توش بازی کنه. 14. در 42مین جشنواره پروانه طلایی که در سال 2015 برگزار شد، جایزه بهترین تک نوازنده رو گرفت. در سال 2016 از طرف دانشگاه گلیشم استانبول جایزه بهترین خواننده کاور برای قطعه نفس رو دریافت کرد و در سال 2016 به منظور پرتقاضاترین خواننده برای قطعه اینجی جایزه انمودا درجیسی رو از آن خودش کرد. 15. زمانی به موسیقی علاقه پیدا کرد که یکی از دوستان برادرش توی مهمونی شروع به نوازندگی گیتار کرد. 16. اولین بار با شرکت در مسابقه خوانندگی ایکس فاکتور تونست جایزه هیئت داوران رو دریافت کنه. 17. اون یه آهنگ به اسم هیچ با مسعود صادقلو بیرون داده.
18. با اینکه طرفدارای زیادی داره اما هیچ وقت به فکر تور کردن دختران نبوده و همیشه سرش تو کار خودش بوده. 19. ایلیاس متولد سال 1989 در ارزنجان ترکیه است. یه خانواده شلوغ داره با 4 برادر و یه خواهر. ایلیاس فرزند آخر خانواده است و خواهرش هم نوازنده گیتاره. 20. قد ایلیاس 180 و وزنش 79 کیلوه. رنگ چشماش قهوه‌ای، رنگ موهاش مشکی و پوست سفیدی داره. اگه طرفدار ایلیاس هستید همین الان دکمه لایک رو بزنید و برامون نظرتون رو در مورد این ویدیو کامنت کنید.